سلام دوستان عزیز، من سلمان گیم پلسم و امروز با هم دیگه اومدیم که با هم دیگه یک ماینکرافت هاردکور بزنیم خفن. بچه‌ها خب بچه‌ها بریم ماینکرافت هاردکورمون رو بازی کنیم. میبینید که اینجاییم. اوی کدو نزدیک روستا هستیم، وای ببخشید یکم لگ داره. کنید تنظیمات درست کنیم. خب دیگه روانتر شدیم. لطفا به دست من زل نزنین که اعصابتون میزنیم پوره میکنه. شاخ داری آواز خواهد دیگه، شاخ داری به ما نگاه نکن، خالی دنیا. برو راست نشسته داره چپ نگاه میکنه. بچه اینو بهتون میگم که نسخه من جدیدن نسخه کردم 1.21 همچین جدیده، ولی خیلی هم جدید نیست. نه نسخه 1.21 همیه. 1.21 خودمون یکم لگ داره. تازه آهن و مس و اینا خیلی راحت پیدا میشه. همین یه مس پیدا کردیم. چوب بزنیم. نه بابا من چه دیوانه ایم. ببین باید به من پشم بدیم تا ندیم من بیخیال نمیشم. چقدر نمیزن چون این مسیح پشم. خب بچه ببینیم چه خواهد شد. بریم اینجوری رو نگاه کنیم. خدایا نریز نریز. وای این قار بزرگه دیگه، ولی جنتی کلی چیز میستنه توش. داره میرقصه. خب حالا شما وقتی این تلف نشه اسکلت داشت میرقصید. این ما رقصمون پره، رقصمون بازه. چکتکدو نمیرقصه. خب ببینیم برای سنگینه. برگرسه بکنیم. همه اینجا گوسفند دیدم. حالا اینا چی بگوشیم چی میگیریم. سلام علیک آقای شما کی باشی؟ لایک باشید. ببین شما خیلی سپر قویه. اندرمن جان اندرمن. سلام علیک آقای اندرمن، بیا بگوشمت اندرمن. خب ما بریم دنبال روستامون بگردیم دیگه. یه هم گشنمه. سلام آقای خوک. ما بریم دنبال روستا. کدو پیدا کردیم. 3 بار تا الان کدو ما دیدیم. اون کدو کارمون نمیاد. مس این قار بزرگه، یعنی دایمین زیاد داره توش. وای سلام علیک داشتم داری نگاه میکنه خفنه نه؟ آهن مس اگه من بپرم اینجا زنده میمونم نه؟ بپرم زنده میمونم. خب یکم چون میزنیم برای کلم تقریبا یکم نه زیاد. اگه من بپرم اینجا زنده میمونیم. نه شبه بابا برو گوسفند. سلام علیک. یه روسفند باید تختگیر بیارم. خب بریم داداش تخت قهوه‌ای بسازیم. اتاقا گوسفند جانم ای جان
جانم میگم سلام علیک آقای گوسفند، پرت بشید و بر گوسفندی 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 گوسفندی. خب 3 تا پشم داریم دیگه. این از این. خب چوبم نمیزنیم فعلا. کپتن تایور. خب یک تخت قهوه. چندان کپتن تایور. تخت قهوه ما زشت است، نگاه کنید مثل پیپی میمونه. پیپی. آره شده پاک. حالا ول کنید. وای یا علی بپریم. نه من که میگم نپریم. واجای برین توه. وای بچه چیکار کنیم به نظر من برم سپر بسازیم. آره دیگه کارمون همین خوب. خب نگاه کنید، اولین کاری که میکنیم زیاد چوب میزنیم، بعد یک کلنگ میسازیم چون زیاد میزنیم. بعد کلنگ ساختن نیاز به چوب داریم دیگه. حالا ساختن سپرم چوب و سنگه. نمیدونم نفرش چطوری، ولی میدونم خیلی خوبه اگه داشته باشیم. اینا همجا خوبه دیگه، نزدیک اینجا. یکی رفت خال بزرگه، خیلی هم خوب عالی. اینجا میتونیم مشعل بسازیم با اینا، شتک کتک و نریزه یه وقت. اوه خوب یک لایه سمش. خب اولین کاری که میکنیم این چوبای ما باید تبدیل به چی بشن؟ از این چوبا نه، از این چوبا 20 چوب گیر میاریم. 21 شد. خب که رفتیم دیگه میذاریم اینجا. بعدش یک دانه کلنگ لوسموسی میسازیم. اینا این هم از کلنگمون. حالا میتونیم چیز بسازیم، یکی دوتا هر چند تا بهش جمع میکنیم دیگه. یک چند تایی جمع میکنیم. پس ایلامون سنگین نمی کنیم تا چیز میسیم فعلا واسه چوبی بده. وای تو منگرد بسیار چقدر خوبه. خب بریم تو سپر چطور میشه ساخت؟ 1 2 3 4 نه که ساخت سپر. شب پیتزا گندمی، قایق گندمی من داره این صندلی. قایق گندمی من. خب سر میکنیم سرکاری گذاشتن برو. وای گشنمه. نه گشنه ها هم اینجا وای میستن خودشونو، اونا که چه سورا خودشونو میذارن همینجا میمیرن. ولی ما همین تو قار فعلا یه خانه طول خوب میکنیم. بعد میگیم ماشین بدمنی من نپختم نه صندلی. کاری نمیکنیم، چیزامونو میسازیم. فقط دلم میخواد یک چند آرمار گیر بیارم بیام اینجا، بعد برم آرمار مس بسازم، از مس ساخته شده باشه. اولین بارمونه بچه ها داریم هارکارد بازی میکنیم. یعنی اولین بار تو یوتیوب خودم که هارکارد زیاد بازی کردم. بریم برای روز تو. اینجا خانه خوبیست. فعلا از خانه راضی هستیم. خب بینیم تبر سنگی بسازیم که سنگ داریم. یکی دوتا ستا، یکی دوتا ستا. غذا بخوریم. وای چقدر کم زیاد میکنه. 6 درسته. خب بریم کلنگ سنگی بسازیم. یه راستی از اینا میسازیم. بعدش میریم بدون تبر. 2 تا تبر ساختم که لعنتی.
خب تبر و کارمون میاد بازم. کلنگ دیگه کلنگ هم داریم. حالا بریم واسه یه چوب زدن. دقیقا یه بیل هم بسازیم. نه دیگه ول کن. کی حوصله داره؟ خاک و تبر میکنیم. بچه پولار بچه پولار سلام شاخ داری من ندارم ولی تو رو با کلاه میزنم. برو بر چی فکر کردی؟ ما میم تو خانه تو قایم میشیم. چی فکر کردی من تو قایم نمیشم؟ میخوام برم کلنگ بسازم. کلنگ شمشیر بسازم. شمشیر چی میخواستی پس؟ یعنی شمشیر چی فکر کردی؟ حالا یکم بریم غذا جمع کنم. غذا اول کار که میکنیم با مدل موجانگم نه مدل خودمان ماینکرافت تمام کردن ماینکرافت. وای تا یه ویدیو دیگه خدا حافظ.